سلام علیکم عزیز. وقتی که مرا اون چیزا کردن گفتن کو این طرف جای شما نیست این طرف گشته میره. بعد از همون در پیش چشمم خیلی فوتوآپارات پیش بود که خیلی پلیونکا صورت می‌گیره. من پلیونکای اون فوتوآپارات پیش چشم پیدا شده همون نیستش دیگه بود که الله لا اله الا الله همون رو دیده خونده بعد همون خونده از اون گفته سوره خونده. بعد بگیم بعد این کت به خود اومدم. بعد این مسیج رو میگم قمم انتظار شدیم که بگم چی میگه اینجا میگه آدم‌ها هر خیلی نقل میکنن یا خیلی جنگشون نقل میکنن قهرشون که رنجیدگی بودن که رنجاندگیشون بود که قدی جنگ کردن چی کردن اگه قرض گیره باید یا چی باید خونه بسازه همه مشکلشون там تگینر کتو نقل میکنه میگم اون قشته در پیش دهنشون که یگانش نقل میکنه بغیر میگه کلمه الله اکبر از اون اسطوره دیگه یگان چی ما نشنیدیم تو شکر خداوند که یگان که کلمه نجوا نگفته بودستم نه میگه اون کلمه نجوا درشون نفهمیده میگه شکر خداوند که یگان کلمه نجوا نگفتن در وقتی در نرکوس بودند لایک و پس فراموش نکنید